ناامنی‌ها و سرقت‌های مسلحانه از جدی‌ترین نگرانی‌های مردم در ولایت هرات است، موضوعی که در یک ماه اخیر به صورت بی سابقه افزایش یافته است. مسئولان در مجمع مردمی هرات هشدار می‌دهند اگر حکومت جلو ناامنیات در این ولایت را نگیرد دست به قیام مردمی خواهند زد. و اگر دولت مرکزی در قسمت سرنوشت مردم هرات و تعیین سرنوشت مردم به دست مردم تصمیم گیرنده نباشه، ما به زودترین فرصت دست به اعتراض و اعتصابات و حتی قیام عمومی خواهیم زد. تاجران و صنعتکاران در هرات هم میگویند که این وضعیت تأثیرات بدی را روی کاروبارشان به جا گذاشته است. یک تعداد از مردمی که به فکر بیرون شدن از افغانستان نبودند و امروز تصمیم گرفتند که وطن ترک بکنند. یکی از علتهای اساسی که باعث ناامیدی مردم شده، باعث فرار سرمایه ها از کشور شده، باعث فرار مغزها از کشور شده. با این وجود اداره محلی هرات از تلاش‌های نیروهای امنیتی به خاطر جلوگیری از ناامنی‌ها و گرفتاری عاملان آن سخن می‌زند. تعهدی که از سوی مقام ولایت هرات وجود داره این هست که به گونه همه جانبه تلاش‌های جدی را به خاطر بهبود وضعیت امنیتی ادامه بدهد. افزایش سرقت‌های مسلحانه در مرکز شهر هرات و اعتراضات مردم وزارت داخله را مجبور به اعزام یک هیئت بلندرتبه به هرات نمود. این هیئت از چند روز به این سو تحقیقاتی را به خاطر ناامنی‌های اخیر در این ولایت روی دست گرفته است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.